نوریسیما شیمومورا معاون رهبری برنامه رشد سازمان ملل در تاجیکستان گفته است بعضی از زنان تاجیک از ترس آزار مردان و یا به اصطلاح گپ پرتویی جوانان به اتوبوس و ترالیبوس ها در دوشنبه سوار نمی شوند. با گفته دیپلمات ژاپنی با وجود آنکه راهگیری نقلیات مسافربری شهری ارزانتر است، اما دختران و بانوان تاجیک استفاده از تاکسی های را بهتر می دانند که راهگیریش 3 سامانی است. برنامه رشد سازمان ملل در دوشنبه برای بهتر و منظم شدن حرکت نقلیاتی شهری لایحه‌ای را اجرا می کند. صحبت برنامه امروزه درباره بیانیه دیپلماتی سازمان ملل است و با همکارم عبدالله اشور. عبدالله، نوریسیما شیمومورا معاون رهبری برنامه سازمان ملل در تاجیکستان مشخصاً درباره مورد آزار جنسی قرار گرفتن زنان تاجیک در نقلیات عمومی چی گفته است؟ مسئله آزار جنسی زنان در پایتخت تاجیکستان شهر دوشنبه خصوصا در نقلیات جمعیتی اتوبوس و ترالیبوس پس از یک نوشته یک مسئول ارشد برنامه رشد سازمان ملل متحد سر زد. جناب نریماسا شیمومورا معاون رئیس برنامه رشد سازمان ملل متحد در تاجیکستان که در دوشنبه هم یک برنامه دارد، این برنامه برای بهتر کردن اداره نقلیات جمعیتی به حکومت شهر دوشنبه کمک میکند و جناب شیمومورا این برنامه را شیوه اجرای آن را انیق‌ترش تفتیش کرده و پس از آن نوشت که نقلیات جمعیتی خصوصا اتوبوس و ترالیبوس ها از واسطه های اصلی مسافرکشان در دوشنبه به شمار می آید، اما او گفت که زنان کمتر از اتوبوس و ترالیبوس همچون نقلیات استفاده میکردند، چون که از آن در تشویشند که در داخل اتوبوس و ترالیبوس ها مورد آزار جنسی قرار می گرفتند و از این رو با گفته جناب شیمومورا زنان از سوار شدن به اتوبوس و ترالیبوس گاه‌ها پرهیز میکنند و برتری میدهند با مشروط و تاکسی های دیگر که نرخ کرایه آنها گرانتر است سفر کنند. و عبدالله، شما از خود دختران و بانوان در دوشنبه پرسیدید که واقعا همین گونه رفتار در نقلیات شهری مشاهده می شود. جواب آنها چگونه بود؟ در این زمینه ما در کوچه و خیابان‌های شهر دوشنبه یک نظرپرسی خاص هم دایر کردیم. در آن هم زنان، دختران و هم پسران و مردان شرکت داشتند. اکثریت زنها و خصوصا دختران واقعا هم تصدیق کردند که در نقلیات جمعیتی خصوصا اتوبوس و ترالیبوس ها گاه‌ها واقعا مورد آزار جنسی از سوی مردان و پسران قرار میگیرند. از جمله دختران میگویند پسران ناشناس با آنها پیشنهاد شناسایی میکنند یا از آنها رقم تلفنشان را میپرسند و یا بدن خود را با آنها نزدیک میکنند که این با آنها ناخوشایند بوده است. چندی از زنهای کلانسال رو هم این چیز را تصدیق کردند، اما گفتند این بیشتر با دختران صورت میگیرد تا با آنها. ضمناً بسیاری ها برای اینند که چنین آزار و اذیت جنسی از سوی مردان نسبت به زنان در نقلیات جمعیتی بیشتر از بی‌مدنیتی و بی‌فرهنگی آنها سرچشمه میگیرد، اما در همین ضمن اکثریت پرسیده شدگان و آنهایی که با ما صحبت کردند این را هم تصدیق کردند که در نسبت با فرض کردیم 5 سال پیش آزار جنسی از سوی مردان نسبت به زنان خیلی کمتر شده است و این کارها احیانا در نقلیات جمعیتی صورت میگیرد. تشکر. همکارم عبدالله اشور از دوشنبه صحبت میکرد.